Jews. Bravery. بیشترین مطلبی که از زبان بازیگران و هنرجویان بازیگری و حتی کارگردانان حرفه‌ای میشنویم این است: بازی نکن، طبیعی باش، روی صحنه زندگی کن. و اگر بازیگری کمی بیش از حد دستانش را تکان دهد یا صورتش را حرکت دهد، متهم به بازی کردن می شود و از او خواسته می شود که لطفاً بازی نکن. مبحث زندگی کردن در صحنه یا در جلوی دوربین این نیست که اگر حرکات را کم کنیم پس زندگی کردیم، طبیعی شده ایم و حرفه‌ای بازی کردیم. این مبحث یعنی زندگی کردن دارای شاخه ها و عناصر زیادی در بازیگری است. یکی از مهمترین آنها حقیقت لحظه است، احساس واقعیت. I'm more than a man. I have an idea. Today marks the dawning of a new Gotham City. Anarchy. You're just crazy. Crazy? No, I'm not. The face of true sanity. I'm running toward the goal. I keep my head low. 1 foot into the next. I passed, yeah, you're too slow. You say you like the fashion, no looking back. And they gone. No looking And then, How you boom, look me boom. now? Can you hear the crowd? You're breathing my lungs. I live for this. I breathe for this. You know I bleed for this. Do it. It's true. شما در زندگی واقعی از اتفاقات چند دقیقه بعد بیخبر هستید. حتی نمیدانید جمله بعدیتان چیست. شما نمیدانید چند دقیقه بعد چه عملی انجام خواهید داد. اما روی صحنه یا جلوی دوربین میدانید که جمله بعدیتان یا عمل بعدیتان چیست. میدانید نیم ساعت بعد در کجای صحنه قرار خواهید گرفت و این یعنی بازی کردن، تصنعی بازی کردن و تصنعی حرف زدن یا تصنعی حرکت کردن. اما شما باید بدانید که روی صحنه یا در جلوی دوربین چند لحظه بعد چه خواهید گفت یا چه خواهید کرد و در عین حال نباید بدانید. این تناقضی جذاب در بازیگری است و ریشه جمله بارها شنیده شده در نقش زندگی کردم. Ich muss sagen, ich habe genug von dem Affentheater. Ich wollte sagen, dann sind wir zu zweit. Ich habe eine Pistole auf ihre Eier gerichtet, seit sie hier sitzen. Und ab jetzt sind wir zu dritt. Und auf die Entfernung. And what would that be? Stiglitz. Say auf Wiedersehen to your Nazi boss. Ooh, that's a bingo. فرض کنید در یک صحنه بازیگری قرار است از صحنه خارج شود و قبل از خارج شدن بازیگر دیگری باید او را صدا زند.
بازیگری که در حال خارج شدن است در همان حالت خارج شدن منتظر است که توسط بازیگر دیگر صدا زده شود و اگر بازیگری که قرار بود او را صدا بزند یادش برود یا کمی دیر کند، او از صحنه خارج نمی شود و بازی را قطع می کند که او باید مرا صدا می کرد. و این یعنی بدبختی در بازیگری. این یعنی آن بازیگر نه تنها لحظه و حقیقت لحظه را درک نکرده، بلکه یک بازی تصنعی همراه با ادا و اطوار خواهد داشت. مگر در زندگی واقعی شما در لحظه خارج شدن از خانه یا در لحظه خارج شدن از یک مکان منتظر هستید که کسی شما را صدا کند؟ تمام این حرف ها را با حفظ کردن متن مرتبط کنید. بازیگری که متن را حفظ می کند و با تمام وجودش منتظر است که نوبت جملاتش برسد چقدر دردناک است. و دردناکتر آن که گاهی اوقات بازیگرانی که متنها را خوب حفظ می کنند یا زود حفظ می کنند بازیگران خوبی تلقی می شوند. توجه به فرایند اعمال کاراکترها خود به خود جملات آنها را به یاد خواهند آورد. فقط کافی است اعمال و رویدادهای هر صحنه را فهمیده باشیم، به آنها توجه کرده باشیم و به جای حفظ کردن متن در هنگام خواندن قصه به اعمال کاراکترها توجه کرده باشیم و در هنگام تمرینها آنها را بارها و بارها مرور کرده باشیم. Bang, bang, bang. Fucking digits. All very acidic, above the shoulders mustard shit. Right? It kind of can wig some people out. Right? You got to feed the geese to keep the blood flowing. Now keep the rhythm below the belt. Done. Come on. With a common denominator. Keep it up for me. See how we roll. How the money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway. فرایند به یادآوری متن، فرایند به یادآوری حرکات و تنظیمات رفت آمد صحنه و دوربین، فرایندی است که در بکار افتادن تخیل، در بکار افتادن تمرکز، در رهایی عضلات وقت بازی، در ایجاد تمپو ریتم درست و در هر آنچه که فکر می کنید اختلال 100% ایجاد می کند. پس چرا تا این حد اصرار به حفظ کردن متن داریم؟ شاید از بازیگری چیز دیگری بلد نیستیم. Wake up, you piece of shit! Who's Venice? Huh? Who? What are you, a fucking owl? What the fuck are you talking about? No way, baby, no! You were calling her name in your sleep. I don't even know who Venice is. What the fuck does that even mean? Venice is the stupidest shit I've ever heard in my fucking life. بررسی رویدادهای قصه، رویدادها و اعمال مربوط به شخصیتی که بازی می کنید. این که در برابر این صحنه و این شرایط و موقعیت نوشته شده در قصه این شخصیت چه عملی انجام می دهد و توجه به اعمال شخصیت‌های دیگر یعنی بازیگرهای دیگر نسبت به شما می تواند شما را به تناقض جالبی که راجع به آن صحبت شد برسانند. این که نمیدانید لحظه بعد چه اتفاقی میافتد اما میدانید شما به طور طبیعی به اعمال و عملهای بازیگرهای روبرو عکس العمل نشان میدهید. کاری که در زندگی واقعی انجام میدهید شما به اعمال آدمهایی که در طول روز با آنها مواجه میشوید عکس العمل نشان میدهید بدون اینکه از قبل برنامه ریزی کرده باشید. روی صحنه یا جلوی دوربین کارتان را انجام دهید. اگر قرار است از صحنه خارج شوید، خارج شوید. اگر کسی صدایتان کرد،
صبر کنید، برگردید و ببینید چه کاری با شما دارد. اگر کسی صدایتان نکرد پس خارج شوید. درست مانند زندگی واقعی، این همان حقیقت لحظه در بازیگری است که می تواند راهکاری برای رسیدن به زندگی در نقش، زندگی در قصه و زندگی برای تماشاگر باشد. لطفاً به این صحنه از بازی داستین هافمن توجه کنید. صحنه‌ای که یک اتومبیل ناخواسته و اتفاقی وارد صحنه می شود. همه انتظار قطع بازی و قطع فیلمبرداری را داشتند، اما داستین هافمن با راننده آن اتومبیل شروع به بازی می کند. این چیزی است که به آن حقیقت لحظه می گوییم. But these gals that want to buy it, most of them are old and dignified. Social registered types, you know what I mean? They can't be trotting down to Times Square to pick out the merchandise. They gotta have some kind of middleman. And that's where old Daniel comes in, you know what I mean? Hey, I'm walking here! I'm walking here! Up yours, you son of a bitch! You don't talk me that way! Get out of here! Most of them are old and dignified. Social registered types, you know what I mean? They can't be trotting down to Times Square to pick out the merchandise. They gotta have some kind of middleman. And that's where old Daniel comes in, you know what I mean? Hey, I'm walking here! I'm walking here! Up yours, you son of a bitch! You don't talk me that way! Get out of here!